ازدواج کنه خوب میشه، بچه بیاره خوب میشه. خوب نمیشه. من قبل از اینکه بچه دار بشم تربیت بچه‌م و پرورش کودکم رو شروع میکنم. چرا؟ مثلا مامانی که میگه ما صبح تا شب با هم دعوا داریم، مثلا شوهر من حرف منو نمیفهمه، ما با هم هماهنگ نیستیم، من یه چیز میگم این یه چیز میگه. ببینید وقتی این مشکل وجود داره، اول مشکلمو حل کنم، اون هماهنگی سر جاش بیاد، بعد به فکر این باشم که یه شخص سومی وارد خونه‌ای بشه که قرار امن‌ترین جا واسه کودک من باشه. ما همیشه میگیم خونه تو باید محیط امنی باشه که بچه‌ت بیرون دنبال محیط امن نگرده. واسه همینه که میگیم تا مشکل خودمون رو حل نکنیم نباید به فکر بچه دار شدن باشیم. بچه‌ای که دعوای مامان بابا رو میبینه انگار وسط میدون جنگه، اضطراب و استرسی که تجربه میکنه برابر با یه جنگنده توی میدون جنگ. حالا این بچه نیاز به درمان پیدا میکنه، کلی باید تایم و هزینه بذارم این وسط که مشکل بچه من حل بشه. آیا بشه آیا نشه. خیلی وقتا کودک من مشکل رو بروز نمیده، بزرگ میشه، اون موقع تازه ما میفهمیم آها کودک این فرد پر از مشکل بود.